پوشش هایی که داخل روی مخزن در واقع پوشش رنگ و پوشش فسفات رو ما اینجا تحت کنترل داریم و همچنین کلیه فرآیندهای شیمیایی که توی ساخت مخزن تاثیر داره در واقع ما اینجا تحت کنترل داریم. این دستگاه سالت اسپری ماست که در واقع مقاومت رنگ رو در برابر خوردگی در واقع باهاش کنترل می‌کنیم که اگر در واقع ملاحظه کنید در واقع قطعاتی از در واقع مخزن داخل دستگاه قرار داره که مقاومتش حداقل باید 500 ساعت باشه، ولی ما با کارهای تحقیقاتی که انجام دادیم این مقاومت 1000 ساعت بردیم. اگر اینجا نمونه ها رو ببینیم این الان یک نمونه ایه که در واقع 500 ساعت داخل دستگاه بوده و در واقع هیچ اتفاقی برای رنگ نیفتاده و در واقع ما بر اساس این چیزی که داریم کنترل دستگاه سالت اسپری که داریم با کدی که اینجا خورده 890709 کد این در واقع نمونه 500 ساعت در داخل دستگاه بوده و هیچ اتفاقی براش نیفتاده. بعد ما یک نمونه داریم در واقع 1000 ساعت در واقع داخل دستگاه گذاشتیم که باز برای این 1000 ساعت در داخل دستگاه هیچ اتفاقی برای رنگ هاردنینگ در واقع ما یک مایعی داریم به نام مایع کویچ که خنک کننده است که الان همکارمون داره این مایع رو در واقع تست میکنه که این به این نمونه برداری شده از خط و در واقع پی اچش برای ما خیلی حائز اهمیته که پی اچ رو با این دستگاه نمونه گذاشتیم زیر دستگاه و پی اچ رو در واقع داره برای ما نشون میده. بعد خط فسفاته داریم، ما اینجا خط فسفاته هم تحت کنترل قرار میدیم که این الان یک نمونه در واقع فسفاته ماست که از خط فسفاته گرفته که همکارمون در واقع تیتر میکنه و مقدار فسفاته هم رو کنترل میکنه. این نمونه چربیگیر ماست که از خط فسفاته برداشته شده و همکار خانممون داره در واقع این نمونه رو تست میکنه که متوجه بشه مقدار در واقع چربیگیر ما در چه رنج استاندارد هست که اگر هست که هیچ، اگر نه اون دوزی که مورد نظر رو اعلام کنه و انجام بده. یکی دیگه از المان‌هایی که برای ما خیلی حائز اهمیت توی پوشش رنگ در واقع چسبندگی رنگه که ما با استفاده از این چسبندگی دستگاه پولافه که در واقع ما ابتدا میایم در واقع این کار دستگاه به این صورت هستش که یک خراشی رو در واقع سطح رنگ ایجاد می‌کنیم و با انجام این خراش پیوندهای ارزی بین مولکول رو از بین میبریم، پیوند رنگ رو تضعیف میکنیم، سپس این فک دستگاه روی رنگ قرار میدیم و با پمپاژ در واقع این دستگاه در واقع عمل مکش رنگ انجام میگیره که این رنگ در واقع نباید کنده بشه. اگر این نمونه رو نگاه کنیم هیچ کندگی در واقع در روی رنگ انجام نداده. باز یک نمونه تست دیگه انجام شده که رنگ در واقع کنده نشده که چسبندگی برای ما خیلی اهمیته. ضخامت بین 70 تا 80 میکرون رو ما با استفاده از این دستگاه در واقع ضخامتش رو تست می‌کنیم. یکی دیگه از در واقع فاکتورهایی که برای ما حائز اهمیته در واقع ضخامت در واقع ضخامت رنگ اون باید بین 60 تا 80 میکرون باشه. ما این نمونه رنگ ها رو در واقع از خط هنگام رنگ‌آمیزی مثلا برمی‌داریم با استفاده از این دستگاه‌ها در واقع ضخامت رنگ رو در واقع کنترل می‌کنیم. به این صورت در واقع ضخامت رنگ رو کنترل می‌کنیم. این دستگاه در واقع انعطاف پذیری ماست که در واقع انعطاف پذیری رنگ رو در برابر خمش رو در واقع مشخص می‌کنه که نمونه تست رو در واقع همکارمون انجام داد. بعد از انجام دادن تست نمونه رو در بین خانم مهندس نمونه رو که در واقع در میاریم لایه سطح رو نگاه می‌کنیم، هیچ اتفاقی در واقع برای رنگمون نیفتاده، یعنی هیچ گونه ترک یا کرکی در واقع در سطحمون نداره که رنگمون کاملا مقاومه در برابر خمش که این دستگاه در واقع اصطلاحاً خمش. این دستگاه در واقع کراسکاته که باز در واقع چسبندگی رو در واقع کنترل میکنه. چسبندگی بین 0 تا 70 میکرون رو در واقع ما با این دستگاه انجام میدیم. به این صورت هستش که ابتدای خراشی رو سطحمون در واقع ایجاد میکنیم. سپس این یک چسب مخصوص خودش داره که این چسب از یک الیاف خاصی درست شده. بعد از اینکه خراش رو ایجاد کردیم در واقع چسب رو روی محلی که خراش رو ایجاد کردیم میچسبونیم
و سپس با یک فشار در واقع حرکت سریع دست این رو میکنیم که در واقع هیچ اتفاقی برای خط ما در رنگ ما نباید بیفته. در واقع اگر نگاه کنید در واقع هیچ کدوم از این خونه ها در واقع کنده نشده که هیچ اتفاقی باز برای خط رنگ ما در واقع نیفته. مقاومت رنگ در برابر ضربه تست میکنه که به این صورت هست. بعد از این عمل نمونه رو در واقع از داخل چیز در میاریم. این در واقع ضربه مستقیم ماست که باز هیچ اتفاقی برای رنگ با همون حالت فرو رفته، هیچ کرک یا ترکی در سطح ایجاد نداره و همچنین در واقع ضربه غیر مستقیم که باز هیچ کرک و ترکی در واقع در سطح ایجاد نمیشه. ما مقاومت‌های در واقع شیمیایی رو هم تست می‌کنیم. رنگ ما باید در برابر تمام مواد شیمیایی مقاوم باشه. این در واقع یک ماده قلی‌ها پلی آلکالین گلیکول که در واقع ما الان در حدود یک هفته از یک شنبه تاریخ 12 الان 7 از این تاریخ میگذره. در واقع این رو داخل این دستگاه گذاشتیم، داخل این محلول قلیه گذاشتیم. هیچ اتفاقی برای رنگمون نباید بیفته. در واقع وقتی سطح رو پاک می‌کنیم در واقع هیچ اتفاقی برای رنگمون نیفتاده. راهش مقاومت در کاملا مقاوم. همچنین اینجا هم مقاومت‌های در واقع شیمیایی مقاومت در برابر اسید فسفوریکه که باز اگر نگاه کنیم ما این هم به مدت 100 ساعت داخل گذاشتیم و هیچ اتفاقی برای رنگمون نیفتاده. در واقع وقتی می‌بینیم هیچ اتفاقی مقاومت در برابر حرارت رنگمون رو تست می‌کنیم. یه دستگاه آونه که در دمای 180 درجه 30 دقیقه در واقع رنگمون باید در برابر حرارت مقاوم باشه که الان نمونهمون 180 دمای 180 و 30 دقیقه در واقع داخل این قرار گرفتی که باید مقاوم باشه در برابر. این هم که دستگاه تقطیر آبمونه که آب مقطر مورد نیاز آزمایشگاه برامون